بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما گرامیان. امیدوارم هر کجا که هستید در سایه الطاف الله متعال و در تلاوت آیات کلام پاکش و تدبر در معانی آن و عمل به دستوراتش هر روز و هر لحظه زندگیتان زیباتر از روزها و لحظات گذشته آن سپری گردد. الله رو بی نهایت سپاس به خاطر همه نعمت‌هایش و به خاطر اینکه یک بار دیگر این فرصت رو نصیب راه ما قرار داد تا به همراه شما گرامیان در درس دیگر از شرح معانی آیات سوره مبارکه البقره با شما گرامیان باشیم با آیات دیگر از این سوره. در درس‌های گذشته به همراه شما گرامیان تا آیه 147 از این سوره رو پیش رفتیم و همچنان موضوع در ابتدای جزء دوم کلام الله مجید با تغییر قبله از مسجد الاقصی به مسجد الحرام ادامه دارد. در آیات گذشته در صفحه گذشته اندرمتان برای ما موضوع تغییر قبله رو صحبت فرمود و این امت رو امت وسط نامید و کذالک جعلناکم امة وسطا در آیه 143 و امتی که امت معتدل و میان روی است، امتی که نه دچار افراط می شود به صورت عموم کل امت و نه دچار تفریط. به همین خاطر فقها از این آیه این استنباط رو کردن که اجماع امت اسلامی، اجماع فقهای امت اسلام وقتی همه با هم در یک موضوعی اجماع داشته باشند، خود این اجماع یکی از دلایل حجیت است. یعنی وقتی که روی یک مسئله علمای امت اسلامی، فقهای امت اسلامی همه اتفاق نظر دارن و همه اجماع میکنن درباره یک رأی و فتوایی، خود همین اجماع علما و فقها حجت هست، یک دلیلی است برای حقانیت این فتوا. چرا؟ چون الله متعال این امت را به صورت عموم امت میانه رو نامیده است و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که لا تجتمع امتی علی الضلال، هیچ وقت امت من بر گمراهی و ضلالت با هم متفق و متحد نمی شوند. امکان نداره که کل امت اسلامی همه دنبال یک ضلالتی بروند. حالا برخی از گروه ها شاید، برخی از دسته ها شاید که منتسب به امت اسلامی هستند و در بالاخره جامعه اسلامی زندگی میکنن به گمراهی بروند، به ضلالت بروند. اما اینکه کل مسلمانان، کل جامعه اسلامی و همه فقها و علمای امت اسلامی یک ضلالتی رو تایید بکنن امکان ندارد. به همین خاطر تمام علما وقتی که روی یک موضوع اتفاق نظر دارن می شود اجماع در اصطلاح فقهی میگویند اجماع و یکی از مسائلی است که دلیلی است بر حقانیت یک فتوا. همونطوری که اگر آیه در قرآن باشد یا حدیث صحیح از رسول صلی الله علیه و سلم در موضوعی ثابت باشد، اینا حجت است در احکام شرعی، اجماع امت هم حجت است که از آیه 143 برگرفته است. در ادامه الله متعال برای ما در آیه 144 موضوع تغییر قبله رو با لطافت‌هایی که در این آیه بود که قبلا تفصیلش گذشت الله متعال مطرح فرمود، موضوع تغییر قبله آغاز شد و مسلمانان در مدینه منوره بعد از 16 یا 17 ماه روی کردن به مسجد الاقصی روی مسجد الحرام آوردن و یکی از حکمت‌هایی که این تغییر ایجاد شد، تغییر قبله، غیر از اون بحث مخالفت با یهود، موضوع مورد توجه قرار گرفتن مکه مکرمه برای صحابه است. وقتی که قبله به سمت مسجد الحرام تغییر یافت، الان مکه مکرمه، مسجد الحرام قبله است، قبله ابراهیم علیه السلام، قبله محمد مصطفی علیه السلام. و در اون تاریخی که این آیات نازل شد در مدینه منوره، صحابه در مدینه بودند و مکه به دست مشرکان قریش بود و این خود قبله قرار گرفتن مکه دوباره سبب شد تا مردم، صحابه، یک توجه ویژه‌ای
به مکه مکرمه داشته باشن و گویا الله متعال به صحابه میگفت که باید به فکر آزادی قبله خود باشید از دست شرک و لوث مشرکین. و این حکایت سبب شد که سرانجام در سال 8 هجرت صحابه مکه مکرمه رو فتح بکنن و این یک انگیزه ای رو در دل مسلمانان و رسول الله علیه السلام یارانش بیشتر از قبل ایجاد کرد تا قبله اول خود رو که در مسجد الاقصی داشتن مد نظر داشته باشن، اما قبله نزدیکتر که قبله دوم است الان، قبله جدید مسجد الحرام، این رو در اولویت قرار بدن و بعد دوباره به سمت قبله اول هم رفتن مسلمانان. بعد از آزادی مکه مکرمه و قبله دوم که نزدیکتر بود در مکه مکرمه، مسلمانان به فکر آزادی قبله اول هم بودن و قبله اول رو هم در زمان عمر بن خطاب رضی الله عنه فاروق اعظم مسلمانان فتح کردند و مسجد الاقصی هم فتح شد. و درسی است، یعنی خود موضوع حکایت اسراء و معراج هم که اتفاق افتاد که در ابتدای سوره مبارکه اسراء شرحش خواهد آمد به تفصیل، الله متعال برای ما صحبت از مسجد الحرام و مسجد الاقصی دارد. سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. صحبت از وصل شدن مسجد الحرام بود و مسجد الاقصی. رسول الله صلی الله علیه و سلم در سفری که به سمت آسمان داشت، در حالی که الله متعال میتوانست ایشون رو از مسجد الحرام مستقیم به آسمان ببرد، اما حکمتش بر این بود که از مسجد الحرام در یک سفر زمینی شبانه ایشان رو از مسجد الحرام به مسجد الاقصی ببرد و سپس از مسجد الاقصی به آسمان ها برد. و بازگشتم همینطور بود، بازگشتم دوباره به مسجد الاقصی آمد، از مسجد الاقصی دوباره در یک سفر زمینی به مسجد الحرام بازگشت. تا اشاره باشد به این موضوع که هر دو قبله، چه قبله اول و چه قبله دوم، برای مسلمانان از قداست و احترام برخوردار است و هر دو با هم گره خوردن. یعنی امنیت مسجد الحرام در گرو امنیت مسجد الاقصی است. به خطر افتادن مسجد الاقصی، غافل شدن از مسجد الاقصی، فراموش کردن مسجد الاقصی به معنای به خطر افتادن مسجد الحرام است. همون گونه ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مسجد الاقصی طبق روایات حدیث اسراء و معراج که در قرآن کریم هم در سوره مبارکه اسراء درباره اسراء صحبت شده و در سوره مبارکه نجم درباره سفر معراج، رسول الله علیه السلام در مسجد الاقصی به ارواح انبیا نماز گذارد و اونجا امام الانبیا لقب گرفت. و این هم یک اشاره دیگری به این بود که وقتی رسول الله علیه السلام مسجد الاقصی رفت، انبیا پشت سر ایشان نماز خواندند و از اونجا به آسمان رفت و دوباره برگشت و به سمت مسجد الحرام آمد و الان قبله هم به سمت مسجد الحرام تغییر یافته است. نشان از این داشت که الان قبله جدید یادآور این است که پیامبر جدید و کتاب جدید و امت جدید دیگر پرچمدار توحید، پرچمدار دین و پرچمدار رسالت انبیای الهی هستند. تاریخ زعامت یهود به پایان رسیده است. تاریخ رهبری مسیحیان به پایان رسیده است و الان یک امت جدیدی آمده است و این امت بهترین امت است و این امت همون امتی است که راه انبیای گذشته رو پیش میبره و این امت است با پیامبرشان، با قبله جدیدشان که پرچمداری مسائل دینی رو به عهده دارند. الله متعال در ادامه این آیات در سوره مبارکه بقره در آیه 148 آیات جدیدی که در این برنامه به همراه شما به تلاوت خواهیم گرفت، الله متعال می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولکل وجهة هو مولیها فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأتی بکم الله جمیعا ان الله علی کل شیء قدیر. یک شرح این آیه در سیاق آیات دارد، یعنی سیاق آیات قبل و بعد که درباره تغییر مسجد الاقصی به مسجد الحرام از قبله، تغییر قبله است و یک آیه هم یک برداشت دیگری هم از این آیه میشه که به صورت عموم به عنوان یک قاعده و به عنوان یک قانون قرآنی به صورت مجزا ما هر آیه رو در سیاق آیات قبل و بعد یک تفسیری میکنیم که در سیاق آیات قرار میگیره و خود آیه هم به عنوان یک قانونی میشه با نگاه کرد و به عنوان یکی از قوانین الله متعال. ولکل وجهة در سیاق آیات قبله و تغییر قبله، ولکل وجهة برای هر امتی، برای هر گروهی،
وجهتون، قبله‌ای بوده است، جهتی بوده است که هو مولیها، هر کسی یک قبله‌ای داشته که او آن شخص مولیها رو می کرده به سوی آن قبله. هر کسی از خود قبله‌ای داشته. در زمان موسی علیه السلام قبله‌ای بوده است. در زمان عیسی علیه السلام قبله‌ای بوده است. الان در زمان محمد مصطفی علیه السلام هم قبله در ابتدا این طرف به سمت مسجد الاقصی بود، الان به سمت دیگری تغییر می‌کند، به سمت مسجد الحرام. ولی کل وجهتون هو مولیها. تغییر قبله جزء اصول اعتقادی نیست، جزء اصول و ارکان نیست که تغییر ناپذیر باشد، یعنی امکان نداشته باشه که تغییر بکنه. جزء اصول نیست، جزء احکامی است که قابل تغییر است. الله متعال در سوره مبارکه مائده میفرماید لکل جعلنا منکم شرعة و منهاجا، برای هر کدوم از شما یک شریعتی من قرار دادم. احکام شریعت یعنی تفاصیل عملی احکام در شریعت‌های مختلف متفاوت بوده است. یعنی موضوع نماز، مثلا نماز خواندن، تمام انبیاء گذشته نماز داشتن، نماز را همه داشتن و آیات قرآنی کریم هم اشاره دارد به این مهم که نماز می‌خواندن. اما چطور نماز می‌خواندن، چند رکعت می‌خواندن، چند وقت نماز می‌خواندن، اینها بر حسب شریعت‌های مختلف با هم تفاوت داشت. مثل روزه، احکام روزه و روزه گرفتن به صورت عموم در همه شریعت‌ها بوده است. اما اینکه چند روزی رو از کدام ماه روزه بگیرن و چگونه روزه بگیرن، این تفاوت داشته است. قبله هم همین موضوع است، یعنی این جزء اصول و ارکان نیست که هیچ تغییری نکنه. ما اصول اعتقاد و اصول عبادات و اصول اخلاق در تمام رسالت انبیاء الهی، رسالت تمام انبیاء الهی همه یکسان بوده است و تغییر نکرد. اما جزئیات و آن چیزی که ما نام مسائل فقهی ما امروز مطرح می‌کنیم بر حسب نیاز زمانه، بر حسب زمان و بر حسب مکان تغییر کرده است. قبل هم یکی از این موارد است. الله متعال می‌فرماید ولی کل وجهتون هو مولیها. قبله تغییر می‌کنه. اینکه قبله تغییر کرده است از این سو به آن سو، اونقدر مسئله بزرگی نیست که شما این رو بیایید و اعتراض بکنید بر پیامبر الله. غیر از این که خب این قابل پیش بینی بوده است. اون کسانی که اعتراض می‌کردن از یهود خصوصا و از اهل کتاب در آیات گذشته ذکرش آمد که به خوبی می‌دانستند و در تورات آمده بود و اونها می‌دانستند پیامبر آخر زمان دو قبله دارد و ابتدا به سمت مسجد الاقصی روی خواهد کرد و سپس به سمت مسجد الحرام. پس این اعتراض از اساس وارد نیست. ولی کل وجهتون هو مولیها فاستبقوا الخیرات. مهم این است که شما فاستبقوا الخیرات به جای این بحث ها که درباره قبله بیاید به جنگ و جدال بپردازید، به اون هدف اصلی که قرار داده می شده قبله ها. قبله یک نماد است برای رو کردن، برای اتحاد، یک دستی، یک پارچه شدن عبادت پیروان یک پیامبر الهی که همه وقتی که عبادت میکنن برای اینکه یک نظمی باشه، برای اینکه بالاخره یک انضباطی باشه، همه یک سو روی میکنن. کاملا طبیعی است. اصل و مهم این است که فاستبقوا الخیرات، شما سبقت بگیرید بر یک دیگر در خیرات، در کارهایی که خیر است، در آن چیزی که خیر است شما در آن سبقت بگیرید، در چیزی که خیر است سبقت بگیرید. شما به جای اینکه این بحثا بپردازید، ای یهودیان، ای مسیحیان، ای مشرکان قریش، ای هر کسی که مخالف اسلام است، بیایید در بحث‌های خیر با ما سبقت بگیرید، از ما سبقت بگیرید، پیشی بگیرید. فاستبقوا الخیرات. خیرات جمع خیر است. خیر در قاموس دینی ما و فرهنگ دینی ما، خیر هر آن چیزی است که الله و رسولش آن را خیر نامیدند. بسیاری از مواردی که ما فکر می‌کنیم خیر است، خوب است برای ما، الله متعال می‌فرماید که به ضرر شماست. بسیاری از مواردی که ما در ظاهر فکر می‌کنیم شر است ولی به نفع ماست. در همین سوره مبارکه بقره در آیه 216 می‌فرماید الله متعال که وعسى ان کتب علیکم القتال وهو کره لکم. بر شما جهاد واجب گشته است در حالی که برای شما ناپسند است. وعسى ان تکرهوا شیئا. چه بسیار چیزهایی هستند که شما ناپسند می‌دانید و هو خیر لکم، در حالی که به نفع شما است، به خیر شما است، خوب است برای شما. وعسى ان تحبوا شیئا. چه بسیار چیزهایی هستند که شما دوست دارید، شما او رو خیر می‌بینید برای خود. وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، در حالی که در حقیقت اون کار،
آن چیزی که شما دوست دارید، آن عمل به ضرر شماست، شر نیست برای شما. اینکه یک شیئی رو ما فعلا دوست داریم، یک اتفاقی برای ما بیفته، یک چیزی به دست ما بیاد، خب از عواقبش و از آینده و سرانجام این کار ما بی‌خبریم. خیلی وقتا ما یک چیزی رو آرزو می‌کنیم، دوست داریم که این اتفاق بیفته، من دوست دارم کاش این سفر میشد، این مسیر رو میرفتم، کاش این کار میشد، کاش این چیز رو به دست می آوردم، کاش و کاش و کاش. یک مدتی که میگذره، بعد میفهمیم که چه خوب شد که نشد، چه خوب شد که نشد. حکایت مثلا مسافری که از پرواز هواپیما جا میمونه و وقتی که وارد فرودگاه میشه و دیر میرسه و پرواز رفته، بسیار بسیار ناراحته و اندوهگینه و اینکه چرا رفت، ماندم، از سفر موندم، از کارهای خود افتادم، هزینه از بین رفت و بعدش که یک دفعه خبر میشه که این هواپیما دچار سانحه شده و سقوط کرده، چقدر خوشحال میشه که خوب شد که نشد. موارد زیادی هست. یا برعکسش، ما خیلی چیزا رو فکر میکنیم به نفع ماست و ابتداش خوشحالیم و بعد نتیجهش چنان بد میشه برای ما، میگیم کاش که هرگز من اصلا با این شی روبرو نمیشدم، با این فرد اصلا آشنا نمیشدم. این رو انجام مطالعه میفهمد این که چه چیزی به خیر شماست یا به ضرر شماست. والله یعلم. در پایان همون آیه 216 میفهمد والله یعلم و انتم لا تعلمون. الله متعال است که میداند، چون عالم به غیب است، چون از آینده خبر دارد. و انتم لا تعلمون، و شما نمیدانید. خیلی چیزها هست که ما از الله متعال میخوایم به ما بده، الله متعال نمیده به ما، و این به خاطر این نیست که ما رو نمیخواهد و دوست نداره، به خیر ما نیست، به نفع ما نیست. حکایت پدر و مادری که فرزندشون، کودک اونها از اونها یک چیزی میخواد، از پدرش یک چیزی میخواد، از مادرش یک چیزی میخواد و پدر و مادر به اون نمیدند. میتونن در اختیارش قرار بدن، نه به خاطر نقص و ناتوانی است، نه به خاطر اینکه نمیتونن براش تهیه بکنن، تهیه میتونن بکنن اما نمیدن بهش. یک خوراکی هست، یک نوشیدنی هست، میگن این ضرر داره برای سلامتی بچه، برای این سن و سال بچه، برای جسمش ضرر داره، برای معده‌اش ضرر داره، برای دندانش ضرر داره، برای سلامتیش، هر چیزی ضرر داره، بهش نمیدن. بچه ناراحته که چرا ندادن من، اما پدر مادر میدونن که اگر من به این بدم به خیر اون نیست. یا عکسش هم هست. مواردی هست دارویی برای در دکتر شما میرید دارو میده، داروها عادتا مزایای خوبی ندارن، تلخن. و به کودکان یک از مصیبتی که پدر و مادرها دارن در دادن دارو به کودکان همین موضوع هست. کودک نمیتونه به راحتی این رو بخوره. حتی بزرگسالان، ما هم دارو رو تلخه برای ما، اما نتیجهش گواراست، نتیجه خوبی داره برای ما. مسئله خیر، این که چی خیر است چی شر است، این رو خیر و شر رو قرآن تعریف میکنه برای ما، محمد مصطفی علیه السلام تعریف میکنه برای ما، الله متعال تعیین میکنه. الله متعال میفرماید که در میدان خیر بر یکدیگر سبقت بگیرید. خیر رو کی تعریف میکنه؟ خیر رو قرآن تعریف میکنه. در مجال دین، در امور دینی چه چیزی خیر است؟ هر چیزی که الله و رسولش میگویند خیر است، همون خیر است. هر چیزی که الله و رسولش ناپسند میدارن آن ناپسند است. فاستبقوا الخیرات، بیایید به سوی خیرات بیایید، به سوی عبادت ها بیایید، اعتقاد درست بیایید، بیایید به سوی وحدت در عقیده توحید بیایید همون چیزی که در سوره مالکه آل عمران هم الله متعال دعوت میکنه قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله. ای اهل کتاب بیایید، اون چیزی که بین ما و شما مشترک بوده این بوده که ما در اصل رسالت انبیای الهی موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، این بزرگواران همه موحد بودن. آنچه در اصل تورات بوده، در اصل انجیل بوده و در قرآن کریم است، این است که ما الله را به وحدانیت عبادت بکنیم. همونطوری که ما به تمام انبیای الهی باورمندیم، شما هم بیایید به محمد مصطفی علیه السلام ایمان بیاورید. همونطور که ما به اصل تمام کتاب‌های آسمانی پایبندیم و باورمندیم و اعتقاد داریم، شما هم به قرآن کریم به عنوان کتاب آسمانی ایمان بیاورید. بیایید یک امت واحده بشیم، امت واحده در خلال آیات قرآن، امت واحده با پیروی از محمد مصطفی علیه السلام. این نمیشه که شما بگید خب شما محمد رو به عنوان پیامبر قبول نداریم، قرآن رو به عنوان پیامبر قبول نداریم. وقتی شما اینها رو قبول نداشتید دیگه کلا در یک مسیر دیگری رفتید. بیایید در خیر، در این کار خیر، در مسیر خیر که مسیر الله و رسول است، که مسیری است که الله متعال مشخص کرده، که مسیر دعوت انبیای الهی است، که امتداد مسیر انبیای الهی است، امتداد کتاب‌های آسمانی است، قرآن و محمد مصطفی علیه السلام وارد بشیم و بعد در این مسیر با ما رقابت بکنید، بر ما پیشی بگیرید. بیایید در این مسیر و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، کسانی که اهل مسابقه و مبارزه هستند در این میدان بر یکدیگر سبقت بگیرید. فاستبقوا، سبقت گرفتن، فاستبقوا الخیرات، تلاش بکنید تا در کارهای خیر بر ما سبقت بگیرید. نه تنها که در کارهای خیر شما بیایید شرکت بکنید، سبقت بگیرید، حتی در کار خیر سبقت بگیرید. این یک برداشت در سیاق آیات قبل و بعد است. در سیاق آیات قبله که قبلش
قبل از این آیه و بعد از این آیه هم درباره تغییر قبله از مسجد الاقصی به مسجد الحرام است. اما اگر این آیه رو به صورت قانون جدا در بر بگیریم، یک بار دیگر این آیه رو بخوانیم خارج از این سیاق، خارج از سیاق قبله قبل و بعد آیه. ولکل وجهة هو مولیها فاستبقوا الخیرات. برای هر انسانی وجهتون، یک هدفی است، یک مسیری رو برای خود انتخاب کرده. هر انسانی در زندگی یک هدفی رو برای خود مشخص کرده، یک مسیری رو برای خود تعیین کرده که هو مولیها. آن انسان در این مسیر روی کرده، به این مسیر داره میره به هدفی که برای خود تعیین کرده، به اون هدف برسه. خیلی‌ها در این دنیا اهدافی که دارن، اهدافی است که به همین دنیا منحصر است. هدف فرد اینه که پول به دست بیاره، مال دنیا به دست بیاره. چقدر؟ بشه ثروتمندترین فرد دنیا. هر چقدر پول به دست میاره باز تلاش میکنه که بیشتر و بیشتر و بیشتر داشته باشه. رسول الله علیه السلام فرمود اگر برای انسان یک وادی از طلا نصیب شود، آرزو میکنه وادی دیگری داشته باشه. وادی از طلا یعنی شما فکر کنید هزاران تن طلا. آرزو میکنه که باز هزاران تن دیگه داشته باشه. و شکم فرزند آدم رو جز خاک چیز دیگری پر نخواهد کرد. یعنی این حرص رو و طمع رو. یک عده هدفشون چی است؟ هدف یک عده در این دنیا به دست آوردن مال دنیاست و ثروت و ثروت و ثروت. سقفی هم براش مشخص نکردن. عده دیگری به دنبال به دست یافتن به قدرت هستن. به دنبال به دست گرفتن قدرت، دست یافتن به قدرت. رئیس بشه، اول از رده‌های پایین اگر حساب بکنی مدیری بشه، بعد معاونی بشه، بعد وزیری بشه، بعد رئیسی بشه، پادشاهی بشه. تلاش میکنه تا به یک قدرتی برسه. چه جنگایی که راه نمیافته، حزبایی که ایجاد شده و این بریز به پاشهایی که میشه. هر روز میبینیم این طرف آن طرف، انقلاب‌هایی که میشه و چه جنایت‌هایی که میشه، خیانت‌هایی که میشه، کشتارهایی که صورت میگیره برای به دست آوردن قدرت، برای اینکه یک نفری و یک مجموعی به قدرت برسن و بر بقیه حکمرانی میکنن. این یک هدف است. یک عده دیگری به دور از این موضوع قدرت به دنبال شهرت هستن، چیزی که در عصر زمانه ما خیلی باب شده و خیلی در چش بیشتر. قبل از زیاد این شهرت خودش رو نشون نمیداد، چون مردم خبر نمیشدن. مشهور شدن آسان نبود، سخت بود. انسان باید واقعا یک هنری می داشت، یک کار بزرگی می کرد تا مشهور می شد. یک دانشمند بزرگی می بود، یک عالم بسیار بزرگی می بود، یک بالاخره پهلوان بسیار معروف و مشهوری می بود، یک حاکم بسیار عادل و بزرگی می بود تا معروف و مشهور می شد. الان نه. الان با این رسانه ها و این صفحات اجتماعی مشهور شدن آسان است. خیلی به دنبال مشهور شدن هستن. دنبال این هستن فالوور پیدا بکنن، طرفدار پیدا بکنن، شهرت پیدا بکنن، مشهور بشن. حالا از راه‌های مختلف. یک عده‌ای در رسانه ها وارد میشن، در فیلم بازی میکنه، بازیگر میشه، ازش میپرسه هدفت چیه؟ مشهور شدن. یک عده میرن در راه‌های دیگری، ورزش در ورزش وارد میشن به خاطر مشهور شدن. من حالا کاری به درست یا غلطش ندارم، من فقط به عنوان این چیزی که آیه میفهمم ولی کل وجهة مولیها، هر کسی هدفی داره برای خودش در دنیا، به دنبال هدفش میره و میگرده. یک عده به دنبال علم یاد میگیرن، مدرک یاد میگیرن، مدرک میگیرن، مدارک دانشگاه مختلف دارن، این دانشگاه ثبت نام میکنه، اون دانشگاه ثبت نام میکنه، مدرک میگیره. به دنبال تحصیل علم، به دنبال مدرک هستن. یک عده دیگری به دنبال جمال هستن، یک عده به دنبال کمال هستن، یک عده به دنبال مال هستن. هر کسی به دنبال یک هدفی است. هر کسی در این دنیا برای خودش هدفی داره. علم تعالی میفهمن شما انسان ها، هر انسانی در دنیا برای خود یک هدفی رو دنبال میکنه. اما موفق ترین انسان کیست؟ از دید خالق آسمان ها و زمین، کسی که مالک آسمان ها و زمین است، مالک تمام ثروت هاست، مالک تمام قدرت هاست، مالک تمام زیبایی هاست، مالک تمام کمالات است. همه چیز به دست اوست. میفرماید که انسان موفق کسی است که فاستبقوا الخیرات. شما هر کدوم در زندگی هدفی دارید. هر کدومتون، هر انسانی، مسلمان و کافرش، یک هدفی در زندگی داره. اما سعی کنید که در دنیا هدفی رو که برای خودت انتخاب میکنی هدف ارزشمندی باشه. فاستبقوا الخیرات. در کارهای خیر بر هم دیگه پیشی بگیرید. هدفتون رو اگر میخواید موفق بشید این رو هدف قرار بدید. هر چیزی که خیر است،
در اون نه تنها مشارکت کنید، فاستبقوا، بر یکدیگر سبقت بگیرید، بهترین باشید. نه تنها شرکت کن بلکه مبارزه کن، مسابقه بده، به تعبیر بهتر و صحیح‌تر. از دیگران پیشی بگیر در اون میدانی که وارد شدی، در اون میدان خیر. اولا میدانی که وارد میشی سعی کن میدان خیری باشد، خیر باشد. در این میدان بر دیگران سبقت بگیر در کارهای خیر. در سوره مبارکه کهف الله متعال میفرماید که واضرب لهم مثلا حیات الدنیا کماء انزلناه من السماء. زندگی دنیا رو برای آنها در یک مثال کوچکی توصیف بکن. الله متعال برای ما دنیا رو در یک مثال بسیار کوچکی خلاصه میکنه. مثال میزنه این انسان ها، این زندگی چند سالی که تو داری، 20 سال، 30، 40، 50، 60، 100 سال. حکایت زندگی دنیای تو این هست که کما ان انزلناه من السماء، آبی از آسمان میبارد به روی زمین. ما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض. گیاهان، درختان، آنچه که از زمین میروید با این آب تغذیه میشه، رشد میکنه، سرسبز میشه. در فصل بهار شما میاد نگاه میکنید چقدر زیبا میشه در دیوار و دامن طبیعت. درختان گل میدن و برگ در میاد، بسیار زیبا میشه. فاختلط به نبات الارض. این ثمره میده، این ثمره میوه میده. بهار فصل رشد است و تابستان فصل برداشت است. محصول میوه و ثمره، کشاورزی، باغداری. و بعد کم کم بعد از این که برداشت شد خزان می آید و زرد میشه، برگها میریزه. فاصبح هشیما تذروه الرياح. خشک میشه. این مزرعه‌ای که رشد کرد، محصول خودش رو داد، ساقه اون بعد از اون در فصل خزان خشک میشه و زرد میشه و میفته و به زمین که میفته خشک میشه، چون سبک شده، به جای هم وزن نیست، وزنی هم نداره، به درد کسی هم دیگه الان نمیخوره، کسی بود توجه هم نمیکنه چون دیگه خشک شده. بادی می آید و او رو بر میداره و یک گوشی میاندازه که هیچ کسی خبر نمیشه. فاصبح هشیما تذروه الرياح. این خلاصه زندگی ما انسان هست. به دنیا میایم، یک فصل بهاری داریم، مورد توجه قرار میگیریم، کودکیم، طفلیم، کودکیم و در ابتدای زندگی خیلی شیرینیم برای اطرافیان خودمون، مثل اون فصل بهار، مثل اون گلها، مثل اون درختانی که باید برگ‌های سبزی در آوردن. خیلی لذت میبرن خانواده از وجود ما. یکی بزرگتر میشیم، بعد محصول ما، ثمره زندگی ما مشخص میشه. جوان میشیم، تلاش میکنیم، کار میکنیم، خدمتی میکنیم به خانواده، به دور بر، به جامعه خودمون و ثمره خودمون رو میبینیم. بعد پیر میشیم، افتاده میشیم، میافتیم، میمیریم و تک تک سلول های بدن ما خوراک کرم ها میشود و استخوان های ما میپوسه. یک گوشه میافتیم دیگه هیچ اثری از ما پیدا نخواهد شد. این مثال دنیا است. آیه بعدش الله متعال میفهمد که المال والبنون، مال دنیا، فرزند دنیا، زینت حیات دنیا، اینها زینت زندگی دنیا است. زینت یک شیء اساسی نیست، یک شیء جانبی است. آرایش جزء اساسیات زندگی نیست. الله متعال میفهمد مال جمع کردن در دنیا، اینکه شما کل وقت تو بزنی مال جمع بکنی، این کار شما مثل این کسی است که صبح تا شب نشسته خودش آرایش میکنه. و فرزندم همینطور. مال دنیا، فرزند دنیا زینتی در دنیاست. خوبه باشه، اینکه باشه خوبه، اما اینها به نمیماند برای تو، اینها به درد تو نمیخورن. المال والبنون زینت حیات دنیا. بهترین دنیا همینه که فرزندی داشته باشی، مالی داشته باشی. این دیگه نهایت هدفهای خوب دنیا همینه دیگه. المال والبنون زینت الحیات الدنیا اما والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر املا. اما آنچه که باقی میماند از تو، صدقه جاریه، باقیات صالحات برای تو بهتر است و او برای دل بستن بهتر است. دو کلمه خیر استفاده شد اینجا، صحبت از خیر بود. فاستبقوا الخیرات، در کارهای خیر برای دیگر سبقت بگیرید. الله متعال میفهمد والباقیات الصالحات خیر، باقیات صالحات است که خیر است. خیر چی است؟ خیر باقیات صالحات است، اون چیزی که میماند از تو، اون چیزی که از تو میماند اون به دردت میخوره. اون چیزی که در این دنیا میره که خب بر تو نمیمونه، اون چیزی رو که در دنیا استفاده میکنی که خب رفت به دردت نمیخوره، نمیمونه برای تو. آدم زیرک، آدم هوشیار کسیه که از این فرصت عمر استفاده بکنه برای پسنداز کردن بعد از این دنیا.
ما مرگ پایان زندگی ما نیست. انتقال از یک مرحله به مرحله بعد است. انسان زیرک کسی است که برای مراحل بعدی زندگی خود سرمایه گذاری میکنه. دنیا مزرعه‌ای است که شما میکاری اما کاشتش رو اینجا میکنی، برداشتش رو در عالم دیگری انجام میدی. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر املا. بهترین چیزی که میتونی به او دل ببندی و بهترین چیزی که برای تو باقی میماند و اجر و پاداش داره باقیات صالحات است. باقیات صالحات چیه؟ رسول الله علیه السلام فرمود هر انسانی که میمیرد پرونده اعمال او بسته میشه به جز 3 نفر. 3 نفر هستن کمچنان پرونده اعمال اونها باز است و نوشته میشه به نفع اونها یا احیانا به ضرر اونها. ولی خب این 3 نفر اونهایی هستن که به نفعشون نوشته میشه. انسانایی که به نفعشون نوشته میشه یکی این است که علمی از شما باقی بماند که این علم رو بعد از تو هم، بعد از مرگ تو هم کسانی استفاده میکنن و میگن خدا رحمت کنه فلانی رو. او رفت ولی هنوز ما داریم از علم او استفاده میکنیم. سعی کن که یک مهره مفیدی باشی. علمی از خودت به جای بگذاری در این دنیا. یک علمی به جای بگذار. اگر خودت توانمندیش رو داری کاری بکن، ثبت بکن، پخش بکن، نشر بکن. فرزند خودت رو تربیت بکن. شاگردانی تربیت بکن. کسانی رو تربیت بکن که مهره مفیدی باشن در جامعه. یک علمی رو به اونها یاد بده، به این نیت یاد بده که این فردا مهره مفیدی در جامعه باشه. اگر به او ریاضیات یاد میدی، اگر به او فیزیک یاد میدی، اگر به او شیمی یا کیمیا یاد میدی، اگر به او یک هنر یاد میدی، هر چیزی یاد میدی که این مهره مفیدی برای جامعه خودش باشد. این یک عبادت است. این یک سرمایه است. این یک ارزشه. اگر به او دین یاد میدی و بسیاری از بزرگان میگن نکته بین بودن، میگفتن من اجازه نمیدم کسی فرزند من رو سوره حمد رو بهش یاد بده، خودم بهش یاد میدم. چرا؟ چون در هر رکعت نماز سوره حمد رو میخونه و من تمام نمازهایی رو که میخونه بر اجر پاداشش رو میگیرم و سعی میکردن که به فرزندان دیگران سوره حمد رو یاد بدن. اینها استفاده از فرصت هاست. علمی رو که بعد از تو باقی میماند، هر علمی به نیت این که اون فرد مفیدی برای جامعه باشه و یک خیری از تو باقی بماند. این مهمه. نیت تو خیلی مهم است. نه بخاطر اینکه پولی بگیری و به جیب بزنی، شهرتی پیدا بکنی، نه، برای آخرت. دوم، کسی که فرزند صالحی از خود به جای میگذارد ولد صالح یدعو له، فرزند صالحی رو فرزند تو تربیت کن. به فرزندت یاد بده، به فرزندت ادب یاد بده، فرزندت دین یاد بده، فرزندت یاد بده مهره مفیدی برای جامعه باشه. فرزندت رو یک انسان مفیدی بار بیار، تربیتش کن. فرزندی تربیت بکن که فردا نزنه تو گوشت، تو نبره بذاره گوشه خانه کهنسالان. فرزندی تربیت بکن که بفهمه پدر چیه، مادر چیه، بفهمه که دور و بریا چه حق و حقوقی بر او دارن، او چه حق و حقوقی بر دیگران داره. یک فرزندی تربیت بکن که مسئولیت پذیر باشه در جامعه، باری بر جامعه نباشه، در خدمت جامعه باشه، مفید باشه برای جامعه خودش، مهره‌ای نباشه که زندگی هدفی در زندگی نداشته باشه. از این اهدافی که ولی کل وجهتون و موالیها، یکی به دنبال قدرته، یکی دنبال ثروته، یکی دنبال شهرته، از اینها هدف فرزند تو مشخص بکن. یک هدف والا براش تعیین بکن. یک هدفی که فقط به این دنیا فکر نکنه، به آخرت خودش فکر بکنه. فرزند صالحی رو تربیت بکن تا بعد از مرگت بگه خدا بیامرزه پدر منو، خدا اون رو قبرش رو پر از نور بکنه که منو در این مسیر قرار داد. ولد اون صالح یدعو له، یکی علمی مفید، یکی ولد صالح. سومی رسول الله علیه السلام فرمود کسانی که پرونده اعمال اونها همچنان باقی است صدقه جاریه خودشون به جای گذاشتن. صدقه جاریه اینه که شما در زندگی خودت کاری میکنی که بعد از زندگی تو همچنان خیرش جاری است. شما رفتی از این دنیا اما بعد از شما همچنان بیمارستانی رو که شما در ساخت او شریک بودی یا کل هزینه‌اش رو دادی یا بخشی از هزینه او رو حتی دادی، ولو به اندازه یک آجر، یک خشت این بیمارستان رو شما کمک کردی، حتی پول نداشتی کمک بکنی، رفتی بیلی برداشتی، بیل زدی در ساخت این، در مسجدی، در بیمارستانی، در کتابخانه‌ای، در هر چیزی که به مردم نفع میرساند. یک پلی رو ساختی، جاده‌ای رو ساختی، چاه آبی رو حفر کردی، درختی رو در مسیری کاشتی، یک باغی رو درست کردی که مردم بیان اونجا استراحت بکنن، تفریح بکنن. یک نهر آبی رو جاری کردی مردمی استفاده بکنن. یک کار خیری رو انجام دادی، شما از دنیا رفتی اما این کار خیر همچنان جاری و ساری است و این پرونده اعمال شما همچنان باز است. این پرونده اعمال شما همچنان باز است. بعضی جا صندوق‌های است، دم مساجد، دم دارالایتام‌ها، مدارس، کارهای خیریه، بیمارستان‌ها، ولو یک ریال بیانداز داخل این مسجد، داخل این صندوق، به این نیت که تو هم شریک بشی در اجر این مسجد. مسجدی هست 300 سال 400 سال داره نماز میخونن داخلش، بیمارستانی هست سالها داره از اون استفاده میشه، در کارهای خیر. هر جدیدی که صحبت از این بود که آقا ما میخوایم که کار خیری بکنیم، یا شراکت بکنید، ولو یک ریال. نیازی نیست که شما علی الموسی قدر و علی المقتدر قدر و قرآن بفهمید. هر کسی ثروتمند به اندازه خودش، فقیر به اندازه خودش. اسم تو بنویس، اسم تو در هر کار خیری بنویس. فاستبقوا الخیرات، سبقت بگیر بر دیگران در کارهای خیر.
این چیزی که میماند برای انسان اینه. انسان زیرک کسیه که با مرگش پرونده اعمالش بسته نشه. من و تو در دنیا هر کاری که بکنیم، هر چقدر کار انجام بدیم، یک نفریم. اما وقتی دیگران رو با خودمون شریک بکنیم، در کارهای خیر شریک بشیم، فرزندی رو تربیت بکنیم، فرزند من فرزندانی تربیت میکنه، شاگردی تربیت میکنم، شاگرد من شاگردانی تربیت میکنه، این سلسله ادامه پیدا میکنه. یک دفعه روز قیامت میای پیشگاه الله متعال با میلیون نفر که در سلسله تو هستن. ابراهیم علیه السلام یک دعا کرد وقتی خانه کعبه رو میساخت. دعا کرد که بار الله در این خانه، در این مکه که اون موقع تازه داشت رشد میکرد، در این شهر پیغمبری از خودشون بیاورد و امتی از او بیاید. رسول الله علیه السلام فرمود من ثمره دعای پدرم ابراهیم علیه السلام هستم. امت اسلام ثمره دعای ابراهیم علیه السلام است. دعا بکنیم در نسل خودمون، در بعد از خودمون. والباقیات الصالحات، این موضوع خیر. ولکل وجهة هو مولیها، هر کسی یک وجهی دارد کار خیری رو انجام میده. هر کسی به یک سمتی میرود. راه تو مشخص کن، مسیر تو مشخص کن. انسان هدفمندی باش، انسانی نباش که فقط بخوری و بخوابی. هیچ برنامه‌ای برای خودت نداشته باشی. شب بخواب و صبح بیدار شو، شب بخواب و صبح بیدار شو. یک روتین تکراری. یک فرد مفیدی برای جامعه خودت باش. حرکت بکن. شما که دکتر جامعه هستی، شما که مهندس جامعه هستی، شما که تکنسین جامعه هستی، هر عزیزی در هر علمی، در هر قدمی که برمی‌داره، فاستبقوا الخیرات، تا تهش برو، مسابقه بده با هم نوعان خودت. کاری رو که شروع کردی، هدفی رو که برداشتی، تو اون هدفت موفق باش، بهترین باش، به کم راضی نشو. سبقت بگیر بر دیگران در این کار خیر. دامنه کار خیر خیلی وسیع است. دامنه کار، هر چیزی، هر کاری که خیرش به امت اسلامی میرسد، هر کاری که خیرش به امت اسلامی میرسه، کار خیر است. هر کاری، هر علمی بلا استثناء. از علوم دینی بگیرید، از علومی که حالا به نام نمیگم علوم غیر دینی، علوم هم علوم دینی است. علوم شرعی یا علوم روز، کسی که میره پزشکی میخونه، مهندسی میخونه، کسی که هواپیما یاد میگیره سوار بشه، حتی کسی که تانک درست میکنه. ما نیاز داریم به کسانی متخصصینی که بیان و ما رو خودکفا بکنن. ما در زمینه صلاح، در زمینه تکنولوژی، در این زمینه، پزشکی که به این نیت میره خدمت میکنه که برای جامعه خودش مفید باشه، عبادت میکنه. مهندسی که از خانه میره بیرون به این نیت که من کاری میکنم که جامعه من، جامعه امت اسلامی من به من نیاز داره، به اونها خدمت بکنم، این با عبادت میره و با عبادت برمیگرده. اون کسی که یک تانکی رو درست میکنه، هواپیمایی رو درست میکنه، خلبانی که من نیت میگیره که من خلبانی بشم که برای جامعه اسلامی خودم مفید واقع بشم، عبادت میکنه. عبادت تنها نماز روزه که نیست. هر کاری رو که انجام میدی، هدفتو درست کن، نیتتو درست کن، کار خیری انجام بده، مفید باشه برای جامعه خودت و سبقت بگیر بر دیگران. فاستبقوا الخیرات، در کار خیر سبقت بگیر. وای نستا، منتظر نباش، قدم پیش کن. در هر کار خیری از دیگران سبقت بگیر. سعی کن که هر کاری رو شروع میکنی بهترین باشی و در هر کار خیری عجله کن، سری شروع کن. وقت نمازه، همین الان نماز تو بخون، اذان شد، نماز تو بخون. وقت هر کاری رو استفاده بکن. فاستبقوا الخیرات. چرا؟ اینما تکونوا یأتی بکم الله جمیعا. هر جا که باشید، نتیجه این دنیا، در این دنیا تو هر کاری که بکنی تموم میشه. یک روزی میمیری. یک روز این دنیا به پایان میرسه. چند سال میخوایم بکنیم. میلیاردها انسان روی این زمین زندگی کردن، رفتن، مردن. هر روز میشنوی این طرف اون طرف افرادی مردن. من تو هم میمیریم. اینهایی که زندگی کردن، خیلی مشهور بودن، خیلی خوشگل‌تر از من تو، خیلی عالم‌تر از من تو، خیلی زیبا، قدرتمندتر از من تو، خیلی ثروتمندتر از من تو، مردن، رفتن. هیچ اسمی هم از اونها نماند. 124,000 پیغمبر روی زمین بودن، ما 24 نفرشون رو فقط میدونیم یا 25 نفرشون اسمشون. پیغمبران الهی رو ما 24-25 نفر بیشتر نمیشناسیم. الله میداند و بس. چه برسه بقیه. خیلی از کسانی که آمدن رفتن. من و تو هم در همین لیست هستیم. فردا خورشید بدون من و تو طلوع خواهد کرد. من و تو باشیم یا نباشیم، خورشید طلوع خواهد کرد. بله، تا دنیای خودش رو خواهد چرخاند. اما من و تو نیاز داریم که کاری بکنیم. اینما تکونوا یأتی بکم الله جمیعا. بفهم که در این دنیا برای چی اومدی. هدفت رو مشخص کردی، ولی این هدف رو تو با مرگ تمام نشه. مرگ پایان زندگی تو نیست. وقتی مردی، هر جا که باشی، اینما تکونوا یأتی بکم الله جمیعا. الله متعال شما رو میآورد. هر جا باشی، پودر شده باشه بدنت، سلول بدنت سوخته باشه، الله متعال جمعت میکنه میاره. الله متعال تو رو میاره دوباره. اینما تکونوا یأتی بکم الله جمیعا. پیش الله متعال وای میسته. این یک حقیقت زندگی است. کسی میخواد قبول بکنه، کسی میخواد قبول نکنه. قرآن کریم هیچ شوخی با کسی نداره. در قرآن کریم شما یک جمله پیدا نمی‌کنید که شوخی باشه. قرآن کریم کتابی است که همه آنچه که گفته مطابق با عقل است و خیلی هم جدی است. هیچ شوخی بردار نیست. حقیقت دنیا رو داره برای ما مطرح میکنه. این حقیقت دنیا است. تو از هیچ کدوم از این میلیاردها انسانی که روی زمین زندگی کردن بهتر نیستی مگر با عملت. مگر
با هدفی که برای خودت تعیین میکنی، مگر تو یک مسیری رو مشخص بکنی برای خودت که بدونی بعد از مرگ به اینها نیاز داری. اینما تکون یأتی بکم الله جمیعا. مرگ پایان زندگی تو نیست، بعد از مرگ برمیگردی پیش من الله عزوجل. ان الله علی کل شیء قدیر. الله متعال بر هر چیزی قادر است. فکر نکن که من که مردم، حالا من وقتی مردم و پود شدم، خاکستر شدم، چطور منو جمع میکنه؟ الله متعال جمع میکنه. همونطوری که تو از یک نطفه‌ای خلق کرد، یک نطفه آب بدبوی خلق کرد، با این زیبایی، با این ظرافت، با این لطافت، با این قدرت، الله متعال خلق کرد تو رو. با این نظم و شگفتی در وجودت الله متعال تو رو خلق کرده، اونم دوباره خلق میکنه. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی یخلق مثلهم. اون کسی که این آسمان ها و زمین رو خلق کرده نمیتونه دوباره مثل اون رو خلق بکنه. بله قادرین علی ان نسوی بنانه. فرمود که حتی این اثر انگشت، سر انگشت تو رو، این اثر انگشت تو رو که با تمام انسان‌های روی زمین متفاوته، برای تو دوباره از اول درست میکنه. اثر انگشت تو رو دوباره وجود میارم همونطوری که بود. الله متعال ان الله علی کل شیء قدیر. الله متعال به هر چیزی قادر است. هدفمون رو مشخص کنیم، یک هدف بالا، یک هدف درست برای خودمون انتخاب بکنیم، بفهمیم در دنیا برای چه آمدیم. برگردیم به موضوع خودمون، موضوع تغییر قبله و آیات بعدی. و من حیث خرجت فولی وجهک شطر المسجد الحرام. هر طرفی که رو کردی، و من حیث خرجت، هر جایی که خارج شدی، در سفر هم اگر بودی، فولی وجهک شطر المسجد الحرام، روی خودت رو بگردون به جهت مسجد الحرام. شما در سفری خیلی نماز بخونی، نمیدونی کجاست. الان که گوشی هم هستن، بالاخره اپلیکیشن هایی هست در هر گوشی، شما اپلیکیشنی که برای اذان و نماز اینهاست، قبل نماز دارن، میتونید شما جهت رو تشخیص بدید و جهت همون محدوده مشخص بشه کافی است. یعنی حالا اگر یکم این طرفتر شد، اون طرفتر شد، بعضی عزیزان نماز میخونن بعد میگن شما نماز خوندی این طرفی خوندی، در که این طرفی بوده. حالا اگر یک چند درجه این طرف اون طرف شد، هیچ اشکالی ایجاد نمیکنه، چون به همون جهت فرمود که فولی وجهک شطر المسجد الحرام. شطر المسجد الحرام گفتیم، ما شطر در برنامه گذاشتم شرح دادیم. شطر به معنای نصف میاد، به معنای جهت هم میاد. ما همیشه وقتی که نگاه میکنیم فقط نصف فضای دور برمون رو میبینیم و وقتی میبینیم چشم ما از سمت راست تا سمت چپ فقط 180 درجه دایره‌ای رو میبینید که پشت سر ما 180 درجه دیگه داره. یعنی از این 360 درجه دور بر ما فقط ما نصفش رو، یعنی 180 درجه رو روی خودمون رو میبینیم. و اینجا نصفش، یعنی وسطش، شما تلاش بکنید که وقتی رو به قبله میایستید، انسان خوبه که یعنی بتونه دقت بکنه هرچی بهتر بیشتر، ولی اگر خواند و بعدا فهمید چند درجه این ور اون ور شده، مشکلی ایجاد نمیکنه. و من حیث خرجت، دوباره این دومین بار است که الله متعال در مورد تغییر به سمت مسجد الحرام صحبت می‌فرماید از مسجد الاقصی. و من حیث خرجت فولی وجهک شطر المسجد الحرام و انه للحق من ربک. دوباره این تعبیر در آیه 147 هم تکرار شد، دوباره تکرار میشه. و انه، و این امر تغییر قبله از مسجد الاقصی به مسجد الحرام حقی است از جانب پروردگار است. هر چی حق از جانب پروردگار است، هر چی از طرف الله متعال میآید حق است، چون خودش نامش الحق است. الله متعال هر آنچه که میگوید حق است، هر آنچه که میگوید درست است. و من استقم من الله قیلا و من استقم من الله حدیثا. کی از الله متعال راستگوتر است؟ کی از الله متعال درست گفتارتر است؟ الله متعال همه چی او درست است، او بهترین است، همه چی او درست است، کارش درست است، همه چی او درست است. و انه للحق من ربک و ما الله بغافل عما تعملون. هیچ گمان اشکالی نداره، شما نگران نشید. اگر تا حالا شما به سمت مسجد الاقصی نماز می‌خوندید، الان مسجد الحرام شد قبله، ایش نگران عبادت قبلی خودتون نباشید. قبول الله قرار بپذیره. وقتی کلا به شما هم کرده به سمت مسجد الاقصی، الان میگه مسجد الحرام. تمام، دین همین است، اتباع است، پیروی است. تا دیروز مسجد الاقصی بود، امروز مسجد الحرام است. دین همین است، دین اتباع است، دین پیروی است. و ما الله بغافل عما تعملون. الله متعال غافل نیست از آنچه شما انجام داده اید، کارهای شما رو ضایع نخواهد کرد. شبیه این تعبیر رو ما در صفحه گذشته در آیه 144 داشتیم. کلام متعال اونجا فرمود که و ما الله بغافل عما یعملون. درباره اهل کتاب فرمود و ما الله بغافل عما یعملون. اونجا بحث و من حیث خرجت فولی وجهک شطر المسجد الحرام، اونجا بحث ابتدای تغییر قبله بود که فرمود که فولی وجهک شطر المسجد الحرام. چون صحبت از اهل کتاب بود فرمود و ما الله بغافل عما یعملون. الله از کار آنها غافل نیست. اینجا فرمود و ما الله بغافل عما تعملون. الله از حال شما و عبادت‌های شما غافل نیست. اون تعبیر برای تهدید بود. ای اهل کتاب، شما میدونید که این بر حق است، چرا مخالفت میکنید؟ الله از کارهایی که میکنید غافل نیست. اون تهدید بود. اینجا و ما الله بغافل عما تعملون، اینجا دلداری است، تهدید نیست. برای مسلمان ها دلداری است.
چرا که و انه للحق من ربک، این قبله، تغییر قبله حقی از جانب پروردگار است. عبادت‌های شما رو ضایع نمی‌کنه. الله از اون عبادتایی که شما انجام دادید، کاری که انجام میدید غافل نیست. نگران نباشید. قبل تغییر کرد، هیچ تغییری در عبادت‌های شما، قبولی عبادت‌های شما ایجاد نمی‌شود. و من حیث خرجت، بار دیگر دوباره الله متعال می‌فرماید و من حیث خرجت فولی وجهک شطر المسجد الحرام. باز برای بار سوم باز می‌فرماید و من حیث خرجت فولی وجهک شطر المسجد الحرام. و هر وقت که خارج شدید، فولی وجهک، رو کن به سمت مسجد الحرام. فولی وجهک شطر المسجد الحرام. این برای بار سوم است. برخی از مفسرین گفتن این تکرار نیست، برخی فرمودن تاکید است، 3 بار تاکید شده است به خاطر اهمیت موضوع و اهمیت جایگاه مسجد الحرام. برخی فرمودن که بار اول برای کسانی است که داخل مسجدن، یعنی داخل مسجد به سمت مسجد الحرام، چون اصل نماز این است، بهترین است که در مسجد خوانده شود با جماعت. و دوم، بار دوم که من حیث خرجت آمد، بار دوم برای چیست؟ در آیه 149 برای کسی است که خارج از مسجد داخل شهرها است، بازم در خانه ها مثلا نماز میخوان، بازم به سمت مسجد الحرام بخوانید. بار سوم و من حیث خرجت در 150 فرمودن که این برای کسانی است که خارج از شهرها هستند، یعنی 3 بار بحث روی کردن به قبله آمد. بار اول در مسجد، کسایی که در مسجد هستند، بار دوم برای کسایی که داخل شهرها هستند و در خانه ها هستند، و بار سوم برای کسی که خارج از شهرها هستند و خارج از خانه ها هستند. هر 3 در جای خودش معتبر است و یعنی که در تمام زمین هر جایی که نماز میخوانید سمت کعبه و سمت مسجد الحرام یا مکه رو بکنید. و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره، هر جایی که هستید، دوباره خلاصه بحث، هر جا هستید و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره، هر جا هستید صورتتون رو، روی خودتون رو به سمت و جهت مسجد الحرام ببرید و مکه ببرید. لئلا یکون للناس علیکم حجه، تا نباشد که مردم بر علیه شما حجتی داشته باشند. لئلا یکون، تا نباشد، یعنی برای اینکه تا لا یکون، نباشد، للناس، برای مردم، علیکم حجت، تا مردم دیگه حجتی بر علیه شما نداشته باشند. تا یهودیان نیایند و بگویند که پیغمبر آخرالزمان، ما شنیده بودیم در تورات و خوانده بودیم در تورات که پیغمبر آخرالزمان به سمت قبله اسماعیل رو میکند، تو چرا به سمت قبله پدرت و جدت رو نکردی تا بر علیه شما حجتی نداشته باشند. یا نگویند که محمد ادعا می کند که او دینی غیر از دین ما دارد اما قبله ما رو پیروی می کنه. اگر دینت با ما متفاوت است پس چرا قبله تو قبله ماست؟ حجتی بر علیه شما نداشته باشند. یا اینکه مشرکین قریش نگویند که تو که مدعی هستی پیرو ابراهیم علیه السلام و فرزندش اسماعیل هستی، پس چرا قبله اونها را ترک کردی؟ نه یهودیان حجتی بر علیه شما داشته باشند و نه مشرکین قریش در مکه حجتی بر علیه شما داشته باشند. الا الذين ظلموا منهم، مگر کسانی که از اونها ظالم هستند. انسان‌های ظالمی هستند، بالاخره انسان‌های ظالم هر جا که هستند، انسان‌های ظالم، انسان‌هایی که با هیچ منطقی نمیشه با آنها صحبت کرد، انسان‌هایی که به دنبال بهانه‌جویی هستند، اینا که خب همیشه حرف خودشون رو میزنن. شما هر حجتی هم برای آنها بیاورید، نصیحت همه عالم به گوش آنها باد است و نرود میخ آهنین در سنگ. و اینها برای اونها تاثیر نمیکنه. دیگه همیشه هستن که بالاخره هیچ وقت حاضر نیستن تن بدن. کسانی که به دنبال ایکس منافع خودشون هستن، کسانی که حقد دارن، کینه دارن بر علیه تو، کسانی که حسد دارن، انسانهای حسود، انسانهایی که کینه و حقد دارن و انسانهایی که به دنبال یک سری منافعی هستن، منفعتایی برای خودشون دارن، اینها رو شما هیچ وقت نمیتونی قانع بکنی. شما هر دلیلی برای آنها بیاورید، دلیل شما برای اینها کارساز نیست، چون اینا اصلا اهل دلیل نیستن. اینها انسانهایی نیستن که دلیل برای اونها فایده بکنه. خودتو خسته نکن. ما اصلا در میدان مجادله و بحث علمی با چند گروه اصلا نباید بحث کرد. با انسان حسود اصلا نباید بحث بکن، بلکه باید از شر حسود به الله تعالی پناه برد. و من شر حاسد اذا حسد در سوره فلق ما داریم و بعد پناه برد بر متعال. آدم حسود رو هر چقدر شما باش بحث بکنید، چون حسود است، نمیخواد بپذیره. انسانی که کینه داره و حقد داره برای شما و دشمنی دارد، شما اصلا هر چقدر با او بحث بکنید دلیل شما رو نمیپذیره. و همچنین انسانی که منفعتی داره، منافعی داره، میدونه که حق با شماست، میدونه حق با شماست، اما اگر اعتراف بکنه به اینکه حق با شماست، منافع او به خطر میفته.
مصلحتی داره، منفعتی داره، کرسی داره، مقامی داره، پول و پست و مقام و در جایگاهی داره. گفتن حق برای او خطرناک است و این به خطر میاندازه، منافع او رو به خطر میاندازه. به همین خاطر نمیتونه، جرئت نمیکنه که بگه، کتمان میکنه. یک بخشی که یهودیان کتمان میکردن، کالا آیات بعد میآید لعنت الله متعال به حال کسانی که کتمان میکنن به خاطر منافع خودش. الله متعال میفهمد لعل یکون للناس علیکم حجة الا الذين ظلموا منهم. مگر این انسان‌های ظالم میشن، خب اون همیشه دهنشون باز است. فلا تخشوا، از اینها نترسید، از اینها نترسید و خشونی، از من الله با عظمت بترسید. نشود به خاطر دهن انسان‌های ظالم، اعتراض انسان‌های جاهل و نادان، شما حقیقت رو کتمان بکنید، حقیقت رو نگویید، از عکس العمل اونها بترسید. طبیعت مسیر دعوت است. و كذلك جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. الله متعال میفرماید برای هر پیامبری من در مسیر او دشمنانی قرار دادم، شیطان‌های از انسان‌ها و شیطان‌های از جن‌ها. شیطان‌های انسی رو قبل شیطان‌های جنی ذکر می‌فرماید، چون اینها با ما در زندگی روبرو میشن. شیطان‌های جنی رو که خب ما نمی‌بینیم، جن‌ها رو ما در این دنیا نمی‌بینیم، ما نمی‌تونیم جن‌ها رو ببینیم. انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونه. در سوره که اعراف فرمودن می‌فرماید که شیطان و نیروهای او، جن‌ها، شما رو می‌بینن در حالی که شما آنها رو نمی‌بینید. جن رو نمی‌شدید، جن رو به اون حالت اصلی جن نمی‌شدید. هر کسی که میگه من جن رو به حقیقتش دیدم دروغ میگه. ولی مثلا میفهمم شما جن‌ها رو نمیتونید ببینید. ما انسان‌ها جن رو به اون حالت و هیئت اصلی اون نمیتوانیم ببینیم. انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. او شیطان و طایفه او جن‌ها شما رو می‌بینن در حالی که شما آنها را نمی‌بینید. ما در این دنیا آنها رو نمی‌بینیم، در آخرت برعکس میشه. باز ما اونها رو می‌بینیم، اونها ما رو نمی‌بینن. الان الله متعال می‌فهمد که شیطان‌های انسی و جنی برای هر کسی هست. وقتی که انبیای الهی مشکلاتی داشتن، دشمنانی داشتن، دعوتگران راه انبیا که وارثان علم انبیا هستند، العلماء ورثة الانبیا، علما وارث انبیا هستند، علم اونها رو به ارث میبرن، مسیر دعوت رو به ارث بردن و مسیر راهنمایی رو، چون پیامبری بعد از محمد مصطفی علیه السلام نمیآید، آخرین پیامبر است. راه دعوت و ارشاد و امر معروف و نهی از منکر رو علما و دعوتگرانی که یاد گرفتن انجام میدهند و اینها تنها علم رسول علیه السلام به ارث نمیبرن، بلکه اون مشکلات، اون سختی ها، اون دشمنی دشمنان، همه اونها رو به ارث میبرن. تنها علم نیست. شما که در مسیر دعوت قدم میگذاری، دشمنانی هم داری، توهین بهت میکنن، تمسخر بهت میکنن، مسخرت میکنن، کتک میخوری، تهدید میشی، به زندان میافتی، احیانا شاید اعدام هم بشی، کشته هم بشی، سرت هم باریده بشه. این طبیعت مسیر دعوت است. این مسیر دعوت است. فلا تخشوهم، از اینها نترس. واخشونی، از من الله و عظمت بترس. ولی اتم نعمتی علیکم ولعلکم تهتدون. باشد تا من الله و عظمت نعمت خود را بر شما تمام کنم. نعمت خود را بر شما تمام میکنم. ولعلکم تهتدون، و شما را هدایت میکنم. باشد که هدایت شوید. باشد تا نعمت خود را بر شما تمام کنم. الله متعال با نزول آیات قرآن، با رسالت محمد مصطفی علیه السلام و با تغییر قبله، نعمت خود را برای این امت تمام کرده است. همون گونه که در آیه بعد میفرماید کما، همان گونه ای که من نعمت خود را با تغییر قبله از مسجد الاقصی به مسجد الحرام، قبله جدید، رسالت جدید، پرچمداری جدید، بازگشت به مسیر ابراهیم علیه السلام برای شما تمام کردم و یک نعمت دیگری هم به شما داده بودم، همون طوری که کما ارسلنا فیکم، همون گونه ای که من الله و عظمت برای شما فرستادم، رسولم منکم، پیامبری از خودتان. انسان است، می توانید او را بفهمید، او شما را میفهمد. انما انا بشر مثلکم. رسول الله علیه السلام انسانی است مثل ما، به همین خاطر میتونیم از او الگو برداری بکنیم. اگر جنی می بود، اگر ملکی می بود، نمیشد از او الگو برداری کرد. انسان نمیتواند از یک جن الگو بردارد، چون توانایی جسمی جن از انسان خیلی فراتر است. انسان نمیتواند که از یک ملکی الگو برداری بکنه، چون اونها از موجودات دیگری در عالم دیگری هستند. ولی رسول الله علیه السلام انسانی مثل ما، بیمار میشد، تب میکرد، نیازهایی داشت، مثل ما زندگی میکرد. فقط یک تفاوتی که با ما داشت، اون بالاخره در جایگاه و عظمتش هیچ کسی مساوی اون نیست، حتی ملائکه. اما خب از هیئت انسانیش دقیقاً مثل ما بود. جسمش مثل جسم ما، انسان بیمار میشد، مریض میشد، تب میکرد، گرسنه میشد، تشنه میشد، خسته میشد، خواب میشد، زخمی میشد و درد میکشید بیشتر از ما حتی. و
محمد مصطفی علیه السلام ما رو میفهمید، احساس داشت، عواطف داشت، زندگی داشت، مثل ما زن داشت، بچه داشت، دوستانی داشت، با ما زندگی میکرد و خب وحی الهی به ایشان میشد درجه و مقامش، اون که بحث دیگری است. درباره درجه و مقام ایشان کلا واهاش هم نبود، به مراتب از بسیاری از انبیای الهی، از همه انبیای الهی، بلکه از ملائکه الهی بسیار بسیار بالاتر بوده است. اما رسول الله علیه السلام رسول منکم، از شما انسان ها، یتلو علیکم آیاتنا. این آیه 151 دقیقاً نتیجه دعای ابراهیم علیه السلام است که در آیه 129 داشتیم در همین سوره برخی که خانه کعبه رو بنا می‌کرد. اونجا دعا فرمود ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب والحکمة و یزکیهم. این آیه دقیقاً نتیجه دعای ابراهیم علیه السلام است. ارسلنا فیکم رسولا منکم، وظیفه این پیامبر چه بود؟ یتلو علیکم آیاتنا، قرآن رو برای شما میخواند. اولین رسالت انبیای الهی خواندن کتاب الهی بوده است. اولین هدفی که محمد مصطفی علیه السلام داشته تلاوت قرآن است. قرآن رو میخواند است. یتلو علیکم، بر شما میخواند آیاتنا، آیات مرا، و یزکیکم، شما رو تزکیه میکنه. هدف اصلی از ارسال انبیای الهی، پیامبران الهی، تزکیه شدن است. تزکیه یعنی چی؟ به دو معنی میاد. به معنی پاک شدن و به معنی رشد و نمو. پاک شدن از گناهان و معصیت‌ها و بدیها و رذایل اخلاقی و رشد و نمو و تربیت شدن و بالا رفتن. قرآن کریم بهترین وسیله برای تزکیه است. یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم، قرآن رو برای شما میخواند و شما رو تزکیه میکنه. هیچ چیزی به اندازه قرآن کریم نمیتواند انسان رو پاک کنه و تزکیه کنه. تلاوت قرآن کریم با تدبر، با تفکر و عمل به دستوراتش مهمترین قلم برای تزکیه است. تزکیه هدف است. هدف تزکیه است. به همین خاطر ابتدا ذکر شد اینجا. در دعای ابراهیم علیه السلام تزکیه در آخر آمده بود چون نتیجه اون بود. اما اینجا چون هدف تزکیه است، هدف رو در ابتدا ذکر می‌کنن. یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم، انسان باید تزکیه بشه. انسان باید در میدان عمل بیاورد آنچه رو که یاد میگیره. و یعلمکم الکتاب والحکمة، به شما کتاب رو یاد بده، قرآن رو شرح بده، توضیح بده و حکمت یاد بده. برخی از علما گفتن حکمت سنت است، برخی گفتن حکمت یعنی فهم درست، چه عملی، چه وقتی، چه جایی انجام میشه. ما با مفصل در این باره در آیه 129 صحبت کردیم. من از اون شرح مفصل اینجا خودداری میکنم که از فرصت استفاده کنم. علامه طال اینجا میفهمد و یعلمکم در آخر آیه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، چیزی رو به شما یاد میده که شما نمیدانستید. خیلی از حقایقی در قرآن هست که ما نمیدانستیم. زندگی انبیای الهی، بحث جنت، بحث دوزخ، هر اون چیزی که در قرآن هست، بسیاری از این چیزا رو ما نمیدانستیم. اینها رو ما یاد داده است. قرآن کریم ما رو یاد داد. قرآن کریم ما زندگی رو یاد داد، حقیقت زندگی رو یاد داد. برای ما واقعیت ها رو گفت. از زندگی گذشتگان گفت، از آیندگان گفته است. رسول الله علیه السلام از اتفاقاتی که در آینده میافتد برای ما خبر داده، از علائم نشانهای قیامت، از علائم کبری، علائم صغری، بسیاری از مواردی رو که ما نمیدونستیم و محمد مصطفی علیه السلام در امر دین به ما یاد داده است. اینجا ما یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون در امر دین. یک نکته رو دقت بکنیم. یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم. یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم، قرآن رو بر شما میخواند و شما رو تزکیه میکند. تزکیه هدف از تعلیم است. علم بدون تزکیه، علم بدون عمل، علم هر چندان که بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست نادانی. انسان اگر علم داشته باشه و عمل نکند چه فایده‌ای داره این علمش؟ علم بی عمل به چه دردی میخوره؟ علمی که در انسان اخلاق نیاورد، اخلاق انسان رو درست نکنه، رفتار انسان رو درست نکنه، انسان عالمی، انسان مولوی، صاحبی، مفتی صاحبی، جناب دکتر، جناب مهندسی، که جناب تکنسیانی، که جناب مدرک دانشگاهی داری، که استاد دانشگاهی، که اخلاق نداشته باشد، رفتارش با همسرش درست نباشه، رفتارش با فرزندانش درست نباشه، رفتارش با پدر مادرش درست نباشه، اخلاق و ادب نداشته باشه، احترام نداشته باشه، تواضع نداشته باشه، این به چه دردی میخوره؟ این علمی که در انسان درک نیاورد، اون مدرکی که درک نیاره در انسان، به چه دردی میخوره؟ این مدرکی که درک و شعور نیاورد در انسان، این مدرک کاغذ پاره است، به چه دردی میخوره؟ مدرکی که در انسان تغییر نیاورد، درجه علمی که در انسان تغییر نیاورد، طرف رفته درس خوانده چند سال برگشته همونی که بوده همان است، هیچ تغییری ما در وجودش نمیبینیم، فقط یک کاغذی داره، مدرکی داره، پسوندی داره، جناب دکتر، جناب مولوی، جناب مفتی، جناب مهندس. چه فایده از اینه؟ علمی که در وجود انسان تغییر نیاورد، علمی که انسان تاثیر نپذیره از او،
در رفتار انسان، در شخصیت انسان. توازن درخت هرچی پربارتر سر به زیرتره. علمی که تکبر بیاورد، علمی که غرور بیاورد، علمی که گستاخی بیاورد، بیادبی بیاورد، علمی که توهین بیاره، این چه علم نیست. این علم نیست. هر چی میخواد باشه، ولی اون که حافظ قرآن باشه طرف. بدترین تعبیرات قرآن کریم برای دو گروه است. دو تعبیر است. یک جای تعبیر به اکرمکم الله به الاغ است. مثلا الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها. مثال کسی که تورات رو یاد گرفت ولی عمل نمی‌کرد، به مانند الاغی است که روی او کتاب‌های گذاشته شده باشه. مثال قرآن بدتر از اونه دیگه. وقتی مثال تورات، این مثال قرآن بدتر از اون. و همچنین مثال دیگری رو قرآن کریم می‌فرماید، مثال کسی که من در سوره مبارکه اعراف دستور جمعه بود، مثال تورات، مثال اعراف می‌فرماید کسی که در متون آیات خود رو یاد داده بود، مستجیب و دعوه بود، بلعم با اورا درباره او ان شاء الله در سوره اعراف اگر عمری باقی بود شرحش خواهیم پرداخت. دنبال شیطانم. مثال او مثال سگی است، در متفاوت مانند سگی است. علمی که در انسان تزکیه نیاورد. علم باید انسان رو عمل برسونه. انسانی که عالمی که نماز نمیخواند، عالمی که حلال و حرام سرش نمیشه، عالمی که چشمشو کنترل نمیکنه، عالمی که زبانشو کنترل نمیکنه، عالمی که قلبشو کنترل نمیکنه، عالمی که کینه و بغض و حقد داره، عالمی که تعصب قومی و قبیله‌ای داره، این کجاش علمه؟ تزکیه بسیار مهم است. تزکیه علم تنها یک مرحله است. علم هدف نیست، هدف تزکیه است. هدف اصلاح است، هدف خودسازی است، هدف تربیت است. خب این نیاز به علم داره. این نیاز به علم داره. هدف این است. نیاز به علم دارد. شما وقتی که یک بیماری در وجود است، میره نسخه دکتر رو بگیری، نسخه رو تو استفاده نکنی، خب اثرش رو نمی‌بینی. شما برو پیش دکتر، بهترین متخصص هم برو نسخه هم بگیر، داروارم بخر، گرانترین داروارم بخر، گوشه خونه بگذار، استفاده نکن. چه فایده از این کار؟ چرا اصلا دکتر رفتی؟ چرا این هم هزینه کردی اصلا؟ چرا؟ دو کس رنج بیهوده بردن و سعی بیفایده کردن. یکی آن که اندوخت و نخورد، وان دیگری که آموخت و عمل نکرد. تزکیه. علم همراه با تزکیه است. تربیت باید با تزکیه باشه. دانش آموزمون باید مؤدب باشه. دانشگاهیمون باید مؤدب باشه. باید اهل علم باشه. باید رفتارش فرق بکنه. رفتار یک عالم، رفتار یک تحصیل کرده، رفتار یک شخصیتی که با قرآن آشنا است، رفتار یک کسی که علوم شرعی رو یاد گرفته، بعد الگو باشه برای دیگران. فقط این نیست که هدف از تعلیم این نیست که ما فقط مدرک یاد بگیریم. مدرک نیست، درک است. درک، شعور، شخصیت، انسانیت. اینها رو باید یاد بگیریم. اینها رو باید در هر جایی که عزیزانی که تعلیم میکنن روی تزکیه و اصلاح، خودسازی، تربیت، رفتار، عمل، تغییر در عمل، دوری از گناهان، عمل کردن به عبادت‌ها، نماز، ذکر، دعا، تلاوت، صداقت، اخلاق، صداقت، رفتار، اینا نکاتی است که بعد مد نظر ما باشه. وقتی ما پایان رسید، وگرنه بحث برای بحث بیشتر باقی است. ان شاء الله در قسمت‌های بعدی با هم شما صبران در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. نکات بسیار مهمی است که بعد من شما عزیزان مد نظرمون داشته باشیم. قرآن کریم رو بخوانیم، بفهمیم و اینجا کافی نیست. میفهمیم تا عمل کنیم. تنها فهمیدن کافی نیست. اگر من و شما به همین جلسه فقط اکتفا بکنیم که خب آفرین چه چیزای خوبی شنیدیم، چه چیزای خوبی گفته شد و فلان، اینا کلام الله متعال است. اینجا کافی نیست. این تازه اول راه است. آنچه گفته می شود رو باید عمل کنیم. من باید در وجود خودم بیارم، شما عزیزان باید در وجود خودتون بیاورید. وگرنه هیچ سودی ما از این صحبت، از این گفتگو نخواهیم داشت. الله متعال من و شما توفیق بده تا بتوانیم آنچه را که در آیات کلام پاکش ذکر شده بفهمیم، درست بفهمیم و درست عمل بکنیم. تا دیدار دیگر همه شما سروران به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدارتان باد.